با سلام و عرض خسته نباشید حضور دانشجویان عزیز و دوستداران فیزیولوژی پزشکی. قسمت دیگه رو از بحث حرکات که در واقع آخرین جلسه حرکات هستش رو خدمت شما عزیزان هستم. ما تا حرکات کلون یا روده بزرگ رسیدیم و در این قسمت میخوایم در مورد انواع حرکات با هم صحبت کنیم. در بحث‌های قبلی من در مورد حرکات کلاً توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان گفتم. اینجا یک جمع‌بندی دیگه در مورد بحث حرکات در کلون هست. دو نوع حرکات رو ما در کلون یا روده بزرگ داریم. یک حرکات هاستریشن یا حرکات کیسه ای که اگر گفتن این حرکات مطابق کدوم حرکات هست، مطابق حرکات سگمنتیشن در روده کوچیک هستش. خب اگه توی اسلاید نگاه کنید، خب از لحاظ آناتومیک چون روده بزرگ خودش تبدیل میشه به یه سری کیسه هایی که این کیسه ها روی هم دیگه قرار گرفتن، پس این حرکات کیسه ای در واقع حرکاتی هست که به خاطر آناتومی خاص روده بزرگ ایجاد شده. چطور حرکاتی هستن؟ حرکاتی هستن که بچه روده بزرگ رو تقسیم میکنه به در واقع کیسه ها و در هر کیسه در واقع محتویات میاد با آنزیم ها و در واقع ترکیباتی که در دیوار قرار گرفتن ادغام میشه. پس در حرکات آستریشن ما میخوایم یه مقدار میکسینگ ما در واقع جلو بره. حرکات مس موومنت رو هم ما در روده بزرگ داریم، توده ای یا حرکات توده ای. چطور هست؟ اینجا هم به خاطر آناتومی خاص روده بزرگ رخ میده. چون کیسه کیسه روی هم دیگه قرار گرفته، هر کیسه که پر از محتویات میشه یک فشار اعمال میکنه، محتویات به سمت کیسه بعدی میره، باز یک کیسه پر میشه به سمت کیسه بعدی. به این نحو ماده غذایی میتونه به سمت جلو هم حرکت کنه. پس حرکات مس موومنت یک جابجایی یا موومنت رو هم میتونه برای ما ایجاد کنه. پس هاستریشن ها بیشتر دوست داره میکسینگ رو برای ما انجام بدن، ولی کن حرکات مس موومنت بیشتر علاقه دارن که بتونن ماده غذایی رو به سمت جلو هدایت کنن. خب وقتی ماده غذایی حرکت میکنه و میرسه در قسمت انتهایی که رکتوم هست، اینجا میتونه یک سیگنالی به نام دیفیکیشن یا رفلکس دفع برای فرد ایجاد بشه. پس رفلکس دفع با حضور در واقع اون ماده یا بقایای مواد غذایی در رکتوم ایجاد میشه. رفلکس دفع یک رفلکس در واقع ارادی غیر ارادی هست، یعنی حس اون به صورت غیر ارادی در فرد شروع میشه و نهایتاً با عملکرد اسفنکتر خارجی که به صورت ارادی صورت میگیره میتونه خروج ماده غذایی رخ بده. اگه تو این اسلاید رو نگاه کنید، وقتی محتوای مواد در واقع بقایای مواد غذایی در رکتوم افزایش پیدا میکنه که فشار رو میبینید در رکتوم زیاد شده، اسفنکتر داخلی آنال میبینید فشارش کاسته شده. چون میدونید در محل اسفنکترها ما یک حرکت تونیک و پیوسته ای رو داریم، ولی کن لازم هست که عملکرد اسفنکتر داخلی کم بشه، شل بشه اسفنکتر داخلی و محتویات بتونن از اسفنکتر داخلی رد بشن و اسفنکتر خارجی همونطور که دارید مشاهده میکنید فشارش بالا هستش. زمانی این اسفنکتر شل میشه که به صورت ارادی خود فرد اراده بکنه و نهایتا دفع در واقع محتویات صورت بگیره. پس در رفلکس دیفیکیشن رفلکسی است که به صورت غیر ارادی شروع می شود و به صورت ارادی ادامه پیدا می کند که توی اسلاید هم دارید مشاهده می کنید. خب عملکرد این رفلکس چطور هست؟ توی اسلاید دارید می بینید که وقتی محتویات در رکتوم افزایش پیدا میکنه و یک دیستنشن یا اتساع رو دارید شما در این قسمت مشاهده می کنید. اتساعی که در اینجا ایجاد میشه در استپ اول باعث تحریک گیرنده های استرچ یا کششی در این منطقه میشه. دو تا پاسخ به دنبال اون رخ میده. ممکنه یک سری سیگنال هایی به شبکه عصبی میانتریک انتقال پیدا بکنه و نهایتاً فشار یا امواج دودی رو در این منطقه افزایش بده، یا نه انتقال پیام رو بکنه به سیستم عصبی در واقع پاراسمپاتیک و نهایتاً با تحریک گیرنده ها در این منطقه وابران های فعال بشه که این لانگ لوپ باعث افزایش در واقع
افزایش فعالیت در واگران‌هایی بشه که بتونه فعالیت رو در سیستم عصبی میانتریک و سیستم عصبی واگران حرکتی در این منطقه افزایش بده. پس در رفلکس ادیفیکیشن، رفلکسش که یک شورت لوپ داره که با درگیری سیستم عصبی انتریک هست و یک لانگ لوپ هست که با درگیری سیستم عصبی پاراسمپاتیک هست و نهایتا امواج دودی برخواسته از این منطقه که عمدتا به خاطر افزایش فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک هست نهایتا باعث میشه که محتویات به سمت در واقع اسفنکتر داخلی انتقال پیدا کنه. با شل شدن اسفنکتر داخلی محتویات به سمت اسفنکتر خارجی هل داده میشه که عملکرد در واقع اسفنکتر خارجی هست که اینجا نهایتاً تعیین میکنه که اجابت مزاج در فرد رخ بده یا خیر، که اگر در واقع شل شدن و اتصال در این منطقه اسفنکتر خارجی رخ بده محتویات میتونه به سمت خارج هدایت بشه. پس دیفیکیشن رفلکس رو داریم، یک رفلکسی هستش که رفلکس غیر ارادی هست که هر دوی این دوتا در کنار هم دیگه باعث میشه که محتویات به سمت خارج انتقال پیدا بکنه. خب مصدق اوقات نشم، بقیه در واقع موارد بحث سکریشن که چپتر اصلی ما هست رو انشالله در بحث بعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با تشکر از صبر و حوصله‌ای که داشتید.